چرا اسم این قاره شد آمریکا؟ نه مثلا کلمبیا. بشین بگم یه داستان خفن از اشتباهات تاریخی که تبدیل شد به واقعیت امروزی. کریستوف کلمب جهانگرد ایتالیایی گفت من میرم هندو پیدا کنم. سوار کشتی شد، پارو زد، رفت و خورد به یه جزیره. کلمب اومد پایین گفت هندو پیدا کردم. همه گفتن دمت گرم. خودش هم اسم اونجا رو گذاشت سن سالوادور و ساکنای اونجا رو هم خیلی راحت کرد. شما دیگه هندی هستید. تا امروز هم گیر کردن با همین اسم. ولی خب واقعیت یه چیز دیگه بود. اونجا هند نبود. یه جای جدید بود که خودش هم نمیدونست کجاست. چند سال بعد یه بنده خدای اومد به اسم آمریگو وسپوچی گفت رساقا اینجا هند نیست، یه قاره جدیده. یعنی رسما اومد گفت کلمب اشتباه کرده. حالا چی شد؟ یه جغرافیه‌دان آلمانی خیلی شیک و مجلسی گفت خب این قاره رو بذاریم به اسم آمریگو، یعنی امریکا. و اینجوری شد که قاره‌ای که کلمب کشفش کرد ولی اسمش رفت به افتخار یه نفر دیگه. حالا که تو اینجا اومدی یه لایک بزن که انرژی بگیریم و تو کامنت ها بیا بگو تو بودی چه اسمی میذاشتی. چنلمون هم سابسکرایب کن که ویدیوهای بیشتری در راه هستند.